به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز. شما را به اخبار این هفته با من قاسم رحمی از چنل یوتیوب پرواز تیوی و صفحه پایگاه هنری گلبهار خوش آمدید میگویم. امیدوارم جور و صحتمند باشید. آغاز دوباره کمک های WFP در ولسوالی جبل سراج و تمام شدن پروژه بند جویهای شاخلزار گلبهار. مشروع خبرها: کمک های WFP در ولسوالی جبل سراج به مدت 1 سال مسدود گردیده بود که خوشبختانه اکنون دوباره به کار خود آغاز کردند که نیازمندان و مردم محل از آغاز دوباره این پروژه ابراز خرسندی نمودند. جزئیات بیشتر را همکار عزیزمان مینه سادات ارائه می‌نماید. تمدید دوباره کمک‌های سازمان جهانی غذا بعد از مسدود شدن 1 سال در ولسوالی جبل سراج. حاج عبدالله خان گلبهاری، آمر حوزه گلبهار، آمار تکت‌های اهدا شده را در این ولسوالی به 810 تکت تخمین زده که 273 تکت آن مربوط به ناحیه گلبهار می باشد. و بهره برداری پروژه کانال های آب وزیری و دهبالای گلبهار که روز دوشنبه رسما توسط اراکین ملکی محلی ولسوالی جبل سراج و مردم گلبهار افتتاح گردید. تکمیل نمودن پروژه کانال آب در منطقه شاخلزار گلبهار که مربوط کانال وزیری و دهبالای گلبهار می شود، روز دوشنبه پای شخصیت های ذی صلاح پروان و ولسوالی جبل سراج را در آن منطقه کشاند و این پروژه تکمیل شده را افتتاح کردند و حاکم جبل سراج کارمندان این پروژه را تقدیر نمود. در این حال رئیس انکشاف دهات ولایت پروان ختم این پروژه را یک گام نیک گفته و میگوید که از آب این کانال ها بیش از 1000 جریب زمین آبیاری می شود و 2 توربین برق هم از این کانال ها روشن می شوند و چندین قریه از روشنایی آن استفاده می کنند. چې دلته د سربند ته د ولس ډېر اشد ضرورت لرو ده. 2 طرفه کانال دی، نو د دې سربند نه 2 طرفه د کانالونه اوبه اخلي. تقریبا 1.5 جریبه ځمکه د دې دواړو کانالونو نه اوبه څکي او تقریبا 14.5 لکه روپۍ د دې بودیجه ده او انشاءالله د دې په تطبیق سره به د دې ولسونو مشکل حل شي او د یو طرف ته کانال نو هلته برق هم د دې نه استفاده کیږي. مخکې د دې چې دا تطبیق شوی نه و نو هغه برق هم خراب شوی و. د دې په تطبیق سره اوس الحمدلله هغه برق هم بیرته فعال شو. خلک به د دې کانال د وجې نه هغه برق هم استفاده کوي او د دې نه به انشاءالله ډېر مشکل د دې ولس حل شي. آمر حوزه گلبهار از حکومت امارت اسلامی ابراز خرسندی کرده و خواهان ادامه چنین پروژه هاست. دیره که ما چند بار سروی کردیم با چند پروژه، بالاخره ریاست انکشاف دهات با همکاری وزارت، با همکاری وزارت انکشاف دهات، با همکاری ولسوالی محترم جبل سراج لطف کردن این کار با ما بالاتر از قیمت 16 لک افغانی که تقریبا 3 ماه کار برد. مشکلات چندین قریه که یکیش به نام بند جوی وزیری است. شهردار ناحیه گلبهار همچنان این ابتکار پردستاورد را تقدیر می نماید و از حکومت امارت اسلامی می خواهد برای مردم کسب و کار را ایجاد نمایند. از تمام مردم گلبهار، از ریاست انکشاف دهات، ولسوال صاحب جبل سراج، دیگه محصلین، ملک صاحبا قلباً سپاسگزاری و تشکری میکنیم که همچون برنامه‌ای را روی دست میگیرند در گلبهار و برنامه‌های زیربنایی را ایجاد میکنند. دیگه ما سپاسگزار هستیم، از اینا تشکر میکنیم. بازم خواهان توجهشان هستیم که در تمام عرصه ها گلبهار و در نظر گرفته خدمات زیاد برمونده و باشندگان این محل از تکمیل شدن این پروژه پردستاورد احساس خرسندی می نمایند. افتتاح بند جوی وزیری و دهبالای گلبهار بودیم که
خوشبختانه قبل از اینکه این بند جور شوه اعمار شوه مردم بسیار دچار مشکلات بود. همیشه اینجا سر بند مردم هجوم می آوردن، از بسیار امکانات ناچیز استفاده می کردن به خاطر راست کردن آب به طرف زمینای زراعتی و به طرف از اینکه از مردم از او آب استفاده بکنن. امروز خوشبختانه که با اعمار نمودن بند ای جوی ما تانستیم که شاهدش باشیم که مردم از مشکلات بسیار جدی که قبلا رنج می بردن از قسمت عدم آب کافی، امروز ما شاهد از این هستیم که جویا تماما با آب پر شده است و مردم از این آب صحی هم به زمینای زراعتی خود استفاده می کنند، هم برای آب آشامیدنی. تشکر که تا این دم بیننده اخبار ما بودید. تا اخبار بعدی شما را به الله متعال می‌سپارم.